با سلام خدمت دوستان عزیز، کاوشگران محترم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سالم و سلامت باشید. دوستان، با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم از سری آموزش های شناخت شابسنگ ها. در این قسمت ما میخوایم این شابسنگ های زیبا و دیدنی رو معرفی کنیم، یه توضیحاتی در خصوص نوعش و اون حالتها و اون خصوصیاتی که داره هم به نمایش بذاریم و هم صحبت کنیم تا بیشتر آشنا بشید. دوستان، لطف کنید کانال بنده رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و تو این راه کمکی کنید تا امیدوارتر بشیم و بتونیم برنامه‌های بیشتری داشته باشیم کنار هم دیگه. ممنونم از لطف و زحمت‌های شما. همینطور که گفتم، در اینجا ما تعدادی از شابسنگ‌های کندریت کربنی رو داریم. دوستان، این شابسنگ‌ها از یک بارش هستند و با همدیگه کشف شدند. امیدوارم که این برنامه مثمر ثمر باشه. معرفی پوسته و حالات ظاهری این شابسنگ و اون ظاهر شابسنگ ها که قبلا هم گفتم که خیلی مهمه. مهمترینش هم پوسته سوخته است. دوستان، این قطعه رو معرفی میکنم. همینطور که میبینید ما یک پوسته زیبا، براق و سالم رو داریم اینجا که قسمت هایی از این شابسنگ رو، البته پوسته کامل هست، به علت اون گرمای شدیدی که در هنگام فرود به زمین دارن رو خاکه زمین بهشون میچسبه و مانند سفال جوری میچسبه که کندنش دشواره و نیازی هم نیست به کندن، چون اینا خودشون شناسنامه و گواه بر شابسنگ بودن این اجرام زیبا هستن. و در این قسمت ها ما میتونیم اون پوسته سوخته چرمی، به خصوص در نقطه وسط، مشاهده کنیم. پوسته چرمی براق رو و این پوسته حرف اول و آخر رو میزنه و اون حالت آیرودینامیک و ظاهر شابسنگ خودش گویای همه چیز هست. ببینید در مرکز این سنگ یک ریگماگلیپت بزرگ، یک چاله تقریبا عمیقی هست. نسبت به حجم این سنگ این چاله خیلی بزرگ و جالب هست و حالت ظاهریش رو میبینید که بسیار زیبا و دوست داشتنی و جذاب هست. حالا ما نکات دیگر رو در این شابسنگ جستجو میکنیم تا ببینیم که به چه چیزهایی برمیخوریم. دوستان، کندرول ها رو داریم. کندرول هایی که قبلا هم گفتم که روی پوسته دونه ها و برآمدگی هایی به شکل دونه، همین دانه که قبلا هم گفتم، اونها نوع شابسنگ رو بهتون گوشزد میکنن و باعث میشن که شما نوعش رو پیدا کنید و بعد از بافتش مشخص میشه که از چه گروهی هست. عموما کندریتی هایی که پوسته مشکی دارن از نوع کربنی هستن. البته بافتش باید بررسی بشه. قبلا من بافت رو بررسی کردم و عکسش هم میذارم. عکس بافتش خیلی زیباست تا ببینید و لذت ببرید. دوستان عزیز، در ادامه ما این قطعه زیبا رو داریم. ببینید دوستان، هر کدومشون به یک حالت و به یک شکل متفاوتی هستند
و خیلی زیبا هستن. مثلا در یک بارش تعداد بالا ما میتونیم چندین قطعه که شبیه هم هستن رو هم داشته باشیم، خیلی شبیه هم داریم تو بارش های تعداد بالا. و الان همین قطعه بعدی نگاه کنید، دقیقا این قبلی یک چاله و ریگماگلیفت و فرو رفتگی در مرکزش داره، این شبیه همون قبلی هست و تعدادی هم میبینین به شکل‌های مختلفی هستن. اینها زیبایی کاره، اینا واقعا دلپذیر، دلچسب، واقعا یک دنیای خیلی زیبایی دارن این شابسنگا. به پوسته دقت کنید دوستان، این سنگ زمینی نیست. وقتی پوسته رو خوب بشناسید دیگه میتونید راحت‌تر تشخیص بدید. ببینید ما به هیچ وجه سنگ زمینی نداریم که با این پوسته، با این نشانه ها، با این علائم و چیزهایی که ما اینجا میبینیم. این خاکه، این پوسته سوخته، اون حالت ظاهری چگالی بالای 3 و حتی تست نیکل فوق‌العاده پررنگ و جذب 20 الی 30% که اینجا هم میتونم بهتون نمایش بدم این جذب رو و میتونید ببینید خودتون. بسیار حدود 20% متغیر هست، بعضی هاشون بالاتر، بعضی ها پایین تر و میتونید مشاهده کنید. همین قطعه‌ای که میبینید قطعه‌ای کامل و زیبا و فوق‌العاده. دقت کنید به این لبه ها، به اون نقطه رسیدن پوسته سوخته به این خاکه زمینی نگاه کنید، دقیقاً متوجه میشید پوسته سوخته یعنی این. دوستان عزیز، ما پوسته سوخته رو اینجا میتونیم قشنگ ببینیم. خب حالا میریم آیتم بعدی که این شابسنگ داره. یک نقاط سبز رنگی رو دوستان میبینید در لابلای این پوسته، یه نقاطی هست به رنگ سبز هست، میبینید اینجا رو به رنگ سبز یشمی. اینا همون اولوین ها هستن، اولوین های زیبا که در لابلای این پوسته زیبا خودش رو جا دادن و خیلی خیلی قشنگ و زیباتر کردن این شابسنگ رو. دوستان عزیز، حالا قطعات بعدی رو هم بررسی کنیم ببینیم اولوین ها رو میتونیم ببینیم. بله ببینید در این قسمت ها رنگ سبز مشخص هست دوستان. در بعضی از قطعات به وضوح شما میتونید این رنگ سبز رو ببینید. تعداد این قطعات تقریبا بالا هست این بارش و از اندازه های مختلف کوچیک و بزرگ داریم و به همین دلیل ما تقریبا مشکل فروش که تو ایران قبلا هم عرض کردم داریم، مجبوریم که به قیمت‌های خیلی خیلی پایینی اینا رو به فروش بذاریم. دوستان ببینید اینا کسایی که خریدار باشن، کسایی که عشق شابسنگن، کسایی که کلکسیونرن، دیگه خیالشون راحت باید باشه. با این شابسنگ ها میتونید یک کلکسیون زیبایی به اندازه های مختلف شما داشته باشید با خیال راحت. اینها بهترین نمونه شابسنگ های کندریتی هستند از نوع کربنی و هیچ حرف و حدیثی باقی نمیگذارن. واقعا نه نیاز به برش دارن نه چیز دیگه ای، چون این کارا رو ما روی یکی دو نمونه انجام میدیم و نتیجه مثبت رو وقتی میگیریم دیگه بقیه شابسنگ ها رو سالم میگذاریم برای خریداران عزیز که دوست ندارن زخمی بشه شابسنگ. و اندازه های مختلفی داریم و میتونین با خیال راحت خریداری کنید. دوستان عزیز، تضمینی هست، هر عواقب و مشکلی هم خدای نکرده داشته باشه ما میپذیریم، اصلا نگران نباشید.
در خدمتتون هستیم دوستان عزیز. امیدوارم که خوشتون بیاد از این نمونه های زیبا. قیمت ها خیلی پایینه دوستان عزیز، قیمت ها واقعا منحصر به فرد و استثنایی هست. شاید خیلی ها ناراحت بشن از دست ما و میشن و پیام میدن که شما چرا به این قیمت میفروشین و ارزش کار رو ببینید. دوستان من چندین سال دارم زحمت میکشم و هممون همین جوری هستیم. خدایی دیگه جایی نمونده نرفته باشیم و این همه دردسرها به امید این که بتونیم یک روزی یه لقمه نون ببریم سر سفره زن و بچه‌مون. ولی متاسفانه تو کشور ما بها ندادن به این قضیه، کسی پیگیر نیست و واقعا بازاری نداره، بازار بین المللی که دور از دسترس ماست. پس مجبور شدیم که این قطعات ارزشمند زیبا رو با این قیمت‌های پایین بذاریم برای فروش. این قطعه حدود 1 کیلو وزنشه، با این زیبایی ما داریم میدیم 20 میلیون. یعنی یک قیمتیه که هم خنده داره هم گریه، ولی مجبوریم دوستان عزیز. حالا از یه طرف هم خوشحال میشیم که کسایی مثل خودمون که تقریبا وسعشون و اون وضعیت مالیشون اجازه نمیده که شاب سنگ گرون داشته باشن یا اینکه دوست دارن واقعا قطعات شاب سنگ جمع آوری کنن، میتونن استفاده کنن و قطعات زیبا و پر از انرژی و جذاب شاب سنگ ها رو برای خودشون جمع آوری کنن، داشته باشن، به امید روزی که هم ارزش اونا تو کشور ما بیشتر بشه، هم اون انرژیشو استفاده کنن، از اون زیبایی شاب سنگ ها لذت ببرن. پس با خیال راحت میتونید این قطعات رو خریداری کنید. این قطعه الان در دست من هست، به قیمت 2 میلیون گذاشتیم و این قطعه به این زیبایی 5 میلیون فقط گذاشتیم دوستان عزیز. این واقعا قیمتی نیست که بخواد آدم دیگه توضیح بده. واقعا شرایط خوب و عالی هست و این قطعه زیبا که به قیمت 8 تومن گذاشتیم، 7 تومن هم میتونم بدم خدمت خریداران محترم. و این قطعات زیاد هست، حالا در آینده عکساشون هم میذارم، شماره تلفن منم هست، هر کدوم رو دوست داشتین براتون هر جای ایران باشین ارسال میکنیم پس از واریز مبلغ و ارسال فیش واریزی به هر آدرسی که بگین براتون ارسال میکنیم. دوستان عزیز خیالتون راحت باشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این قسمت و مفید باشه براتون. ما رو هم دعا کنید. امیدوارم که خوش و خرم و سلامت باشید در کنار خانواده محترمتون.